الله ربنا و ربکم گوشه ای از منافعی که ایالات متحده آمریکا از هر جنگی در جهان و به خصوص هر جنگی که خودش در خارج از خاک آمریکا انجام بده میبره رو خیلی سریع خدمت شما عرض میکنم. وقتی که آمریکا به هر دلیلی درگیر هر جنگی در خارج از خاک خودش میشود، یک تغییرات عظیم اقتصادی برای خود آمریکا پیش میاد. تولیدش به شدت افزایش پیدا میکنه، صادراتش به شدت افزایش پیدا میکنه. بنابراین افزایش قیمت نفت به نفع ایالات متحده آمریکا هستش و هر عاملی که این افزایش قیمت نفت رو بالا ببره، این برای آمریکا بسیار بسیار مفیده. این چیزی که من عرض میکنم گوشه ای از تغییرات معادلات پیچیده جهانی هستش که با هر جنگ ایالات متحده آمریکا صورت میگیره و اون این هستش که وقتی که جنگ ایجاد میشود قیمت نفت میره بالا. وقتی قیمت نفت بره بالا قیمت همه چیز در جهان بالا میره. اما آیا آمریکایی ها هزینه این تورم جهانی رو پرداخت میکنن یا خیر؟ خیر. 8 میلیارد و 300 میلیون نفری که در جهان زندگی میکنند، اون 8 میلیارد و 300 میلیون نفری که در سرتاسر جهان زندگی میکنند، 300 میلیون اگر جمعیت آمریکا در نظر بگیریم، این 8 میلیارد نفر دیگه هستند که با استفاده از پول به زور تحمیل شده دلار در واقع بهای این رو میپردازند با تورمی که در این کشورها به وجود میاد و در نتیجه آمریکا کالاهاش ارزان میشه برای سرتاسر جهان. تورم هم هزینه‌اش رو به مردم خودش تحمیل نمیکنه. اونایی که از دلار استفاده میکنند دچار این تورم میشند و ارزم به خدمت شما مگر اینکه کشورهای باهوشی باشند که در واقع دلارها رو در داخل کشور خودشون به طلا تبدیل بکنن و از طلا استفاده کنن. طلا فلزی هستش که درست یا غلط در همه کشورهای جهان از قدیم به عنوان پول سکه طلا در واقع مورد قبول همه کشورها و همه پادشاهی‌های دنیا بوده. جناب آقای پزشکیان اگر میخواهند که به سرنوشت بازرگان یا بنی صدر دچار نشوند، بایستی از آقای قالیباف که توانایی حل این مشکلات رو داره تبعیت بیشتری داشته باشند و آقای قالیباف هم روابط عمومی قوی تری داره و هم حرفش تأثیر بیشتری داره. میتونه سپاه، بسیج، همه نیروهای مسلح، شهرداری ها و مشهد، بنیاد شهید و غیره و غیره رو بسیج کنه در راه در واقع انجام کارهای درست. و اون کار درست که آقای قالیباف خوشبختانه امروز انجام دادن، توی اخبار من شنیدم که ایشون در واقع به صلاح ندونستن به همراه بقیه مردم و نمایندگان اونها که فعلا یک واکنش احساسی شدید به در واقع این کار اسرائیل بدهند. بنده دارم تلاش میکنم که آمریکا و اسرائیل رو بیارم به سمت درست، به سمت راه راست، راه الهی و هدف من این هست که کل مردم جهان با خوبی و خوشی کنار همدیگه زندگی کنند. بنابراین ببخشید من چشام میبندم و دارم ضبط میکنم که تمرکز بسیار بسیار بالایی لازم داشته باشم. آقای اولا از مردم عزیزمون میخوام که دندون رو جیگر بگذارن تا مهر، تا اول یا تا آخر مهر، یعنی کمی مونده دیگه، 40-50 نمیدونم همین حدود مونده، 40-50 روز دندون رو جیگر بذارن و فرصت بدن به دولت و به جمهوری اسلامی که اون کارهای درستی رو که بایستی انجام بشه انجام بده. و کار درست این هستش که بین مردم حواله های طلا به عنوان یارانه، پرداختی که دولت به یارانه برق میده. ببینید ما مافیا داریم، میگه ما 25 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری توی برق لازم داریم. من به شما قول میدم اینا لازم نیست، فقط کافی هستش که این کار در واقع لیست امام زمان انجام بشه، حواله طلا به
ایرانیا بدن، هر ایرانی فرق نمیکنه سر تا سر ایران 20 گرم حواله طلا در ماه، روش تامینش من عرض میکنم که هر خانواده 5 نفره میتونه شمش 100 گرمی طلا بگیره. وقتی که ایران این کار کرد، کشورهای دیگه منطقه و جهان هم این کارو میکنن و در نتیجه این آمریکا انگیزش برای ایجاد جنگ توی دنیا از بین میره و در واقع میاد به راه درست اتوماتیک. وقتی آمریکا هم اومد به راه درست، اسرائیل هم در واقع میاد به راه نزدیکتر و درستتر، و راه نزدیکتر و درستتر اون راهی هستش که دوستی و آشتی و صلح بین همه کشورها و ملت‌های دنیا برقرار میشه و مداخله جویی های شرکت های نفتی، کمپانی های اسلحه سازی و غیره و غیره توی اقتصاد جهان کمتر و کمتر میشه. آقای پزشکیان بایستی به هر ایرانی 20 گرم طلا رو بده. اصلا اگر کسایی هم نشستن کنارش چرچه گذاشتن یا ماشه حساب گذاشتن که ما فقط میتونیم ماه اول یا ماه دوم یا ماه سوم رو بدیم، دیگه بعد از اون طلا نداریم یا امکانات نداریم، نگران نباش آقای پزشکیان، خدا کریمه و خدا میرسونه. متأ کار درست قدم اول عدالته و عدالت هستش که مردم رو راضی میکنه. مردم میتونن فقر رو تحمل بکنن اما بی‌عدالتی رو نمیتونن تحمل بکنن و قدم اول در واقع رفع بی‌عدالتی در واقع اون عمل درست تقسیم مساوی بیت المال بین همه آحاد ملت است. این کارا بکنن، بعد از طریق در واقع آزاد کردن پول بنزین و غیره و غیره. من نظر شخصی خودم میگم و دارم میگم، البته نظر شخصی من نیست، نظر ایشونه، حضرت آقا امام زمانه و دروغم نمیگم. و اگر همین یک در واقع این کارها رو به صورت سریع انجام بدن، به صورت اوضاع مملکت و اوضاع جهان رو به راه میشه و کشورهای دیگه اسلامی و غیر اسلامی شروع میکنن به تبعیت کردن از این تصمیم درست ایران، به خصوص کشورهای نفتی که خودشون قربانی این در واقع نفت هستن و بلای جون اونها شده. تو ونزوئلا فساد زیادی ایجاد کرده این نفت در تاریخ خود ونزوئلا. این فساد میتونه فساد سیاسی و غیره و غیره و غیره باشه. پس تقاضای من این هستش که آقای پزشکیان نهایت همکاری با آقای قالیباف بکنن و بدونه که آقای قالیباف تجربه بیشتری داره و قدرت بیشتری داره. این هممون بایستی منم رو بذارن کنار، منم رو بذاریم کنار، یه ذره یک ماه یا 2 ماه تحمل بکنیم، اوضاع میاد روی قلتک. مردم عزیزمونم تا 1 ماه 2 ماه در واقع تحمل بکنید، فرصت به من بدید و به دولت بدید، بنده در واقع همه چیز درست میکنم. اگر دیدید که در واقع این کارهایی که مردم میخوان انجام نمیشه و اقتصاد مردم رو نتونست جمهوری اسلامی در واقع علاج بکنه، بازم اون موقع من یه راههایی پیش مردم میذارم که حداکثر رضایت رو برای مردم ایجاد خواهد کرد. پس این صحبت‌های من بسیار بسیار بهش دقت بفرمایید. لایک و سابسکرایب بکنید که من بتونم لایو بذارم و بتونم به سوالای مردم عزیزمون و جوانان عزیزمون که راجع به این مسائل لازم دارن، اطلاعاتی لازم دارن، در حد بضاعت و توان خودم جواب بدم.